کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان روز 6 ایون سال 2023 درباره غش شدن باز دو نابالغ خبر داد. با آنکه موسم آبازی در تاجیکستان رسما 1 ایون آغاز یافت، تنها در طی 3 روز اول ماه ایون الکی 7 نابالغ در آبهای تاجیکستان جان باختند. بنا به اطلاع کمیته ولایت‌های فوق‌العاده، ساکن 14 ساله کوچه حمزه شهر خوجند روز 3 ایون سال 2023 تقریبا ساعت 14:35 دقیقه هنگام آبازی در دریای سیر غرق شده است. بعد دریافت خبر، امدادگران دسته مخصوص زودعمل نجات ریاست کمیته در ولایت سوغد ساعت 14:50 دقیقه به جای حادثه سفربر گردیده ساعت 15:20 دقیقه جسد نابالغ را پیدا کردند و به مقامات حفظ حقوق سپردند. سبب مرگ او تحقیق می شود. همچنین یک پسر نابالغ دیگر از دهه توتک جماعت دیوت غفار میرزای نوعه خوولینگ هنگام آبازی در آبانبار آب زمین‌های پولیزی غرق شده است. او همگی 13 سال داشت. جسد او را ساعت 13:30 دقیقه روز 3 ایون پیدا کرده به والدانش سپردند. سبب مرگ نابالغ آبازی در مکان ممنوع و بی‌نظارتی والدین گفته شده است. قبلا نوبدار شعبه ولایت‌های فوق‌العاده از غرق آب شدن دو برادر نابالغ ساکنان کوچه صدیر نوعه واسه خبر داد که یکی 13 و دومی 11 سال داشت. این دو برادر هنگام آبازی در قلمرو جماعت خلبوق محله سینا غرق شدند. بعد دریافت خبر، امدادگران دسته مخصوص زودعمل نجات منطقه کولاب ساعت 14:00 دقیقه به جای حادثه سفربر گردیده کارهای جستجویی را آغاز نمودند. ساعت 17:00 دقیقه جسد یکی از این دو برادران پیدا و به والدانش سپرده شد. جستجوی جسد دوم تا تاریکی ادامه داشت ولی به نتیجه انجام یافت. تنها روز 4 ایون جسد نورس دوم هم پیدا و به صاحبانش سپرده شد. فاجعه دیگر در نوع رودکی رخ داده است. روز 3 ایون یک دخترچه 7 ساله ساکن دهه نوبنیاد جماعت دیوت چورگلتپه نویه که میخواست برادر غرق شدهش را نجات دهد وارد آب کانال شده غرق شده است. دادرش را بعدا ساکنان دیه از آب بیرون کشیدند ولی جسد دخترچه را تنها روز 4 ایون پیدا کرده به پدر و مادرش سپردند. همچنین نیمه دوم روز 1 ایون ساعت 17:20 دقیقه از شعبه کارهای داخلی نوعه فردوسی به قسم نوبداری کمیته ولایت‌های فوق‌العاده خبر دادند که در کل میخکریر محله جمتپه یک نابالغ غرق شده است. با دریافت خبر، دسته نجات دهندگان ریاست کمیته ولایت‌های فوق‌العاده شهر دوشنبه به جای حادثه رفته در نتیجه گذراندن کارهای جستجویی از زیر آب ساعت 18:40 دقیقه جسد غرق شده را پیدا کردند و به مقامات حفظ حقوق سپردند. معلوم گردید که او یک نورس 14 ساله استقامت کننده نوعه سینا محله نوبهار 2 بوده است. به حساب کمیته ولایت‌های فوق‌العاده از اول سال 2023 در کول و جوی و دریاهای جمهوری الکی 47 نفر غرق شدند. از این شمار 26 نفرش را کودکان و نورسان تا سن 16 تشکیل میدهند. سال 2022 در تاجیکستان 160 نفر از جمله 80 کودک و نورس تا سن 16 غرق شده بودند. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده والدانی که در ماتم جگربندان خود نشستند اظهار تسلیت کرده بار دیگر از پدران و مادران خواست که فرزندان نابالغ خود را به نظارت نگذارند.